قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. یعنی چهار چیزی هایی که همین چهار چیز از امر جاهلیه. از امر جاهلیه یعنی جاهلیه گفته چه میگه؟ یعنی پیش از اسلام بودگی چیز یعنی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى. یعنی الله تعالی زنهای نبی صلی الله علیه و آله میگه که یعنی خانه هاتون به وقار گیرید، جایگیر شوید، نبروید، ولا تبرجن تبرج نکنید. تبرج چه خیلی که جاهلیت اولا میکرد. جاهلیت الاولا یعنی تبرج معناش یعنی تبرج میدین معناش تبرج یعنی یعنی بالعکس به لباس، یعنی به لباس یعنی چی میگن؟ تعری میگن. یعنی تبرج یعنی چی کردن؟ یعنی خودش تبرج از کلمه برج. برج چی میگه؟ کهف غوره سونی چای برج. برج مثلا چی وای از دور بایدا میبینید، یعنی برای که بلندند باشه، یعنی از دور میبینید وای چیده. از تبرج علمین چیز گرفته شدگی. زن خودش همین حالت به میبیارد که آدمی نمیدگی وای به چی یک بار چشم میاندازد. یعنی فهمدید؟ همین چیز یعنی فهمدید؟ همین چیز یعنی اینا بعضی‌ها گفتن که یعنی چی وای مثل چی به میبیاد التکسر گفتن نام و یعنی با چی تدلل. یک چیز مثلا تدلل یعنی تدلل معناش میدید یعنی مدلل، یعنی چی بگم؟ نه یک یعنی چیزی که مثلا مثل غالب کودک مثلا مدلل میشه نزد پدر مادرشان چیکار کند میکند، یعنی ارکه مثلا چی گفته؟ میازد مثلا ارکه میکشد مثلا همین چیز، مثلا همین خیر راه رفتن، یا مثلا چی وای زینتش اخفا نکردن. یا که ابن کثیر میگه که قدیما چیکار میکرد؟ یعنی سرش به تمام مثلا قلادش حلقش مثلا چیزاش میانداخت، تمام زیباییش چیکار میکرد؟ یعنی سن رومالش گرفته چیکار میکرد؟ یعنی همین خیلی میانداخت، یعنی رومالش گرفته همین خیلی میانداخت، یعنی رومالش یعنی گویا که چی رومال انداخت، یعنی رومال چیکار کرد؟ وقتی که یک کل شمال میشه مثلا چی ایش رومال افتاد میگه، یعنی مقصد چی تمام چیه نشون دادن. یعنی مثل که امروز مثلا میپوشد حقیقتا کاسیات عاریات وای پوشیده لیکن لوچ کاسیاتون عاریاتون گفت که رسول صلی الله علیه و آله یعنی از دو صنف آدم‌ها هایی که جنت به ویا نمیره، بوی جنت نمیبیند. یکیش چیه؟ کاسیاتون عاریاتون شو یعنی رؤوسون کاسنمت البخت، یعنی خودش کاسیات یعنی کسوه پوشیدگی، لباس پوشیدگی، لیکن حقیقتا ده عاریات لوچ، یعنی لباسو مثل میخیله مثلا میگه چیکی لباسوی یعنی شفاف هایی که پرازرچنی میبینه میخیله میپوشد، یا که مثلا مثل میخیل چیزو میکند، یعنی فهمده؟ لا شک لباس های گویا که نپوشیدگی چیز، یعنی تدلل همین چیز ارکگی گفته چی گفته. یعنی علامه چیز جاهلیت الاولا یعنی میگن که بین عیسی بین محمد صلی الله علیه و آله و سلام بدگی وقت جاهلیه میگفتن. بعضیا گفتن که بین آدم بین الشاهد یعنی همون زمانی که جاهلیه گفته چیه میگفته، یعنی جاهلیه گفته همین میگوین که یعنی چیه، یعنی با قول انبیا، با قول رسول، با قول نبی، قول نبی قبول نکرده یا قبول نکرده همین جاهلیه. فهمید؟ قول رسول الله صلی الله علیه و سلم هر زماننده هر مکاننده این چیز از روز آدم مثلا تو حال بدگی، یعنی قول انبیاء نگرفتن همین چی بود، یعنی جاهلی بود. یعنی فهمید؟ قول الله نگرفتن، قول رسول الله نگرفتن و چی میشه؟ یعنی جاهلی میشه. موسی چی گفته مننده؟ اعوذ بالله من ان اكون همین چیز به مثلا چی کرد؟ نعم همین چیزی که از گفتی الله تعالی این چی گفته همین چی شده شما، یعنی نه همین چهار چیزی ای که از امر جاهلیه، امر جاهلیه که لا یترکوهن ابدا و ترک نمیکند. جاهلی اندام اسلام اندام و ترک نمیکرد است، یعنی فهمید؟ اسلام اندام چنده ام جاهلی اندام أي ستفعلها هذه الأمة مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك مع كونها من أعمال الجاهلية مذمومة. یا که عمل مثلا دانسته میکند یا که نادانست، بعضش جاهلی نمیدوند، بعضش دانسته استفاده میکنه میکند. یعنی
فيجب على كل مسلم ان يجتنبها. برای همین امورهایی که جاهلی آمدگی باید که مسلمان چه شود اجتناب کرد، این چیزا دور شود. والمراد بالجاهلیه هنا ما قبل المبعث، یعنی پیش از زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم. ثم بذلك لفرط جهلهم، لفرط یعنی لکثرت جهلهم، یعنی جهل همین قدر بسیار بود که یعنی از خرما صنم بت میسازد، روزش عبادت شب عبادت میکنه، روز شب گوسه میمونه و میخورد. یعنی این جاهلی، اینم جاهلی زایتر جاهلی است، اینم زایتر جاهلی است. و کل ما یخالف ما جاءت به الانبیاء والمرسلین هو الجاهل. علم چیز، هر چیزی که انبیاء و رسول ها به خلاف شدگی همین جاهلی میشد. یعنی قاله في الشرح قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه أخبر صلى الله عليه وسلم أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لم يترك. نعم، أن بعض أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، نعم، ذما لمن لم يتركه. نعم، يعني رسول اینجا رسول صلی الله علیه و سلم از چی خبر داد؟ بعض مردم امر جاهلیه چی میکرده است؟ ترک نمیکرده است، ترک نمیکرده است. همین چیز به یعنی این ذم لمن این ذم میشد، یعنی این چیز برای همین این خبر رسول صلی الله علیه و سلم اربع فی امتی من امر الاربع فی امتی من امر الجاهلیه، این امر امر يعني لا يتركوهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والنياحه على الاموات، يعني والاستسقاء بالنجوم والنياحه على ماذا؟ على الاموات، يعني على الميت. يعني این چی شد؟ خبر. و خبر از رسول صلی الله علیه و سلم خبر مجرد نمی بیاد، انما خبر چیه در بنا میگرد؟ یا مدح یا ذم. یعنی خبری که اومد رسول صلی الله علیه و سلم یا معنای مدح میتید، یعنی همین چیز کن، یا که ذم میتید. فهمدید؟ همین رسول صلی الله علیه و سلم میگه ما بین روضتی ما بین حجرتی ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه. بین خانه من بین منبر من چی است؟ یک باغی است که با خوی چی است؟ جنت است. خبر تو چیکار کنیم؟ هم به نعم بعضی هم به شیخ عبدالله بخاری میگوید که یعنی این خبر خرج مخرج الحث، نعم، الحث على الاعمال الصالحه في هذه البقعه. این چی به دلالت کرد؟ حث به، یعنی همین بقعه به همین قطعه زمین برافته عمل های صالحه کردن به دلالت میکرد این چیز. فهمدید؟ یعنی این حث یعنی ترغیب، همین کار کن. و مثل این خبر یعنی از همین چیز دور شو، یعنی امر جاهلی یک جاشان خوبه که باید چیز به حث میشد یا که ترغیب میشد. یعنی نه چی یعنی تحذیر های، ترغیب نه، اینما چی های؟ التحذیر های جنده. وهذا يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام. همه چیزی که جاهلیان بود باید چیز مذموم، یعنی الا چیزی که اسلام باید اقرار کرده باشد. وإن لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها، ومعلوم أن إضافة إلى الجاهلية خرج مخرج، أنا من چیزی گفتگی ما خرج مخرج الذم. فهمید؟ یعنی وقتی که رسول صلی الله علیه و آله این کارهای جاهلیه به نسبت داد معناش چی شدین؟ مخرج ذم شد. خیلی که حدیث روضه چی شد؟ خرج مخرج الحث والمدح. وهذا كقوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، نعم، وقرن في بيوتكن، يعني خطاب كبا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم به وقرن في بيوتكن، يعني زن باید که اصل چی خانه بماند، خانه مونه. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، گرفتیم تبرج معناش تبرج یعنی با همین اهل تفسیره چیش مسمایاتش گفتیم، بعضیشون چیز زن به، بعضیشون گفتن که حتی المرأة كانت تخرج و تمشي بین یدی الرجال. دیده است که مردها هیان چه نزد مردان میراد میبیاد یعنی این چیز اسلام انکار کرد. نام رسول صلی الله علیه و آله نام لکن نگفت چی اضیق الطریقی، یعنی شما چی وقتی که زن مثلا استاده باشه اومده باشه مرد که دید باید که چیکار کند؟ یعنی حائط به، یعنی خودش دیوال به برده چی کند؟ چسب کند، یعنی زن الراه برایت. یعنی حالا گفتم ابراهاتون همین
صحیح قدیم مثلا زنها مثلا یعنی سراشون چی میشیدن خیلی کمزور یک مرد بینن پنه میکنن خودشون خود یعنی مرد زن بینن پنه میکنن خودش یعنی وذلك يقتضي المنع من مشابهته في الجمله یعنی جمله یعنی این چی میکند یعنی باید که از جاهلیه به چیه هیچ وقت چیه تشبیه نکردن به دلالت میشه